با سلام دوستان، به چینل من خوش آمدید. امروز به شما یک شیوه معجزه‌آسای وزن کم کردن را یاد می دهیم که بسیار آسان و سریع ساخته می شود و هیچ عوارض جانبی هم ندارد. این نوشیدنی متابولیسم بدن شما را تقویت نموده و شما را کمک می کند که بسیار سریع لاغر شوید و این معجون معجزه می کند. اما قبل از شروع ویدیو اگر چینل ما را سابسکرایب نکرده اید لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگ را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما از همه اولتر با خبر شوید. ساخت این نوشیدنی بسیار آسان است اما تاثیر آن معجزه آسا است. اول یک زنجبیل خرد را گرفته و توته کنید. زنجبیل خاصیت تقویت کننده حجرات را دارد. زنجبیل باعث چربی سوزی می شود و وزنتان را کم می کند. زنجبیل متابولیسم بدن را تقویت نموده و کالری را می سوزاند. بعدا یک دانه لیمو را گرفته شق کنید. لیمو سرعت وزن باختن را زیاد می کند و باعث می شود که بسیار زود وزنتان کم شده و چربی های اضافی بدنتان آب شود. بعدا در یک ظرف آب را جوش بدهید. وقتی آب جوش شد گاز را خاموش کنید و بعدا لیمو را با زنجبیل توته شده داخل آن بیاندازید. بعدا آن را با مدت نیم ساعت در یک گوشه بگذارید. نیم ساعت بعد این آب را تصفیه کنید و بعدا 2 قاشق عسل با آن اضافه کنید. البته اضافه نمودن عسل به دل خودتان است، با خاطر طعمش است. شما می توانید بدون عسل هم این معجون را بنوشید ولی تلخ می باشد، اما با اضافه نمودن عسل مزه آن خوشایند می شود. حال وقت صبح از خواب بیدار شدید، بعد از شستن دست و رو و قبل از خوردن صبحانه این معجون را بنوشید. این معجون کمک می کند که بسیار سریع چربی ها آب شود و در مدت چند روز شما یک نتیجه بسیار عالی به دست می آورید و از نتیجه آن خودتان نیز حیران خواهید شد. با خاطر دیدن این ویدیو بسیار زیاد تشکر. اگر این ویدیو خوشتان آمد پس حتما لایک کنید و این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید. اگر تا به حال چینل ما را سابسکرایب ننموده اید لطفاً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جالب و بعدی را که می سازیم از دست ندهید.